سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو جدید با من. امروز توی این ویدیو قرار راجع به عزت نفس با هم صحبت کنیم و من بهت این قول رو میدم که بعد از دیدن این ویدیو عزت نفست از این رو به اون رو بشه و خودت به طرز چشمگیری متوجه این موضوع بشی که چقدر عزت نفست تغییر کرده و بالا رفته. و همین اولم بگم که اصلا خبری از صحبت‌های کلیشه‌ای، اینکه برو جلو آینه حرف رو به خودت بزن، اینکه این کارو کن اون کارو کن نیست. قراره از یک زاویه دیگه ای عزت نفس رو بررسی کنیم، عمیق‌تر نگاه کنیم و واقعا بفهمیم که چطور باید عزت نفسم رو ببرم بالا. چون خیلیامون فکر می‌کنیم عزت نفس داریم خب ولی نداریم. از روابطی که با آدم‌های مختلف داریم، از کارهایی که توی رابطمون میکنیم، از رفتاری که دیگران با ما میکنن، کاملا میشه متوجه شد که من عزت نفس ندارم ولی فکر میکنم که عزت نفس دارم. پس یک بار برای همیشه بریم این داستان رو جمعش کنیم، ببینیم که باید چی کار کنیم. تویی که الان داری این ویدیو رو میبینی دو تا حالت داری. یا فکر میکنی که عزت نفس خیلی بالایی داری و خودت رو دوست داری، یا فکر میکنی که اصلا عزت نفس نداری. من هم مثل تو بودم، فکر میکردم که عزت نفس خوبی دارم تا اینکه رفتم جلو دیدم که اصلا از این خبرها نیست. و تو فکر میکنی که عزت نفس داری ولی واقعا عزت نفس داری؟ نه نداری. به این دلیل که ما یه تعریفی بهمون دادن تحت عنوان اینکه اوکی، عزت نفس یعنی احساس ارزشمند بودن و مهم بودن از درون. خب من با این قسمتش هیچ مشکلی ندارم که آدم باید از درون احساس ارزشمند بودن بکنه، اما یه مسئله که باش مشکل دارم اینه که در چه صورت من میتونم احساس ارزشمند بودن بکنم؟ در صورتی که حس خوبی نسبت به خودم داشته باشم. کسی که رابطش با خودش بده، کسی که دائم با خودش توی کلنجار رفتنه، که نمیتونه حس خوبی به خودش داشته باشه. شاید اصلا من به عنوان شخصی که الان نشسته این روبرو شاید یک روز در هفته حس خوبی نسبت به خودم داشته باشم. پس نمیتونم تضمین بدم که اوکی من عزت نفس خوبی دارم. چرا؟ چون که ارزشمند بودن، در صورتی میتونم خودم رو ارزشمند ببینم که حس خوبی به خودم داشته باشم دیگه. و میخوام بهت بگم اصلا عزت نفس این نیست که تو همیشه حس خوبی به خودت داشته باشی، بری جلو آینه بگی وای چقدر مثلا امروز من قویم، چقدر خفنم، وای کسی که با من تو رابطه است باید بمیره برام، مثلا مگه میشه مثلا عین من وجود داشته باشه. اوکی، این احساسات تو توی اون لحظه بسیار مهم و ارزشمندن و حس واقعی‌اند، اما یک نکته که توی پرانتز به ما نگفتن اینه که ما انسان‌ها نیمه تاریک داریم و نیمه روشن داریم. نیمه تاریک تو همون قسمتیه که ازش خجالت میکشی، همون قسمتیه که بابتش خودتو مقصر میدونی، همون قسمتیه که اصلا دلت نمیخواد بقیه ببینن، حتی خودت دوست داری که کلن آدمی باشی که اصلا نیمه تاریک نداره. تو خجالت میکشی بگی از اینکه آقا من بعضی وقتا حسادت میکنم. من خجالت نمیکشم الان بگم، خب به خاطر اینکه به این درک و شعور رسیدم که اگر میخوام عزت نفس واقعی داشته باشم، نه اون چیزی که الان همه میگن، نمیدونم الان برو جلو آینه به خود بگو من قویم، من فلانم، پر انرژیم، فلانم، بیسارم، بدی ندارم، حسادت نمیکنم، مقایسه نمیکنم. نه، اگر میخوای واقعا خودت رو دوست داشته باشی باید خود واقعی تو ببینی. من اگر میخوام خودم رو دوست داشته باشم باید بگم که آقا ملیکا، تو آدمی هستی که داری برای زندگی تلاش میکنی، ولی در حینی که داری تلاش میکنی یک سری اشتباهات هم داری میکنی و این قبوله، چون تو داری برای آدم بهتر شدن تلاش میکنی ولی اشتباهاتی هم داری. نیمه تاریک وجودت خیلی وقتا باعث میشه که تو نتونی پیشرفت کنی، ولی من با تمام این وجود تو رو دوست دارم، با تمام این وجود بهت احترام میذارم و میپذیرم که تو به عنوان یک انسان خیلی وقتا اشتباه میکنی، خیلی وقتا شاید نتونی درست فکر کنی، خیلی وقتا شاید حسادت میکنی. اما از جایی که من به این نتیجه رسیدم که باید نیمه تاریکم رو ببینم و از نیمه تاریکم در جهت خوبی‌ها استفاده کنم. بعضی وقتا شما باید از نیمه تاریک وجودتون جهت نگه داشتن فردی که دوستش دارین استفاده کنین، جهت پیشرفتتون استفاده کنین، ولی تو کلا اومدی سرکوب کردی، کلا داری نادیدش میگیری، کلا میترسی به دنیا نشونش بدی، کلا نمیخوای اصلا قبول کنی این قسمتی هم از توه.
این اشتباه بچه‌ها. من باید بپذیرم و از خودم این سوال رو بپرسم که ملیکا چرا بعضی وقتا حسادت میکنی؟ مثلا به فلان آدم چرا حسادت میکنی؟ باید به خودم صادق باشم، نه اینکه بگم نه من که حسادت نمی‌کنم. یعنی چی؟ خاک بر سرت. یعنی چی؟ الان واسه چی خودتو داری با اون توی مقیاس قرار میدی؟ آقا حسادت میکنم. بپذیر که داری حسادت میکنی و از خودت بپرس چرا. آیا تو به عنوان فردی که داری حسادت میکنی دوست داری توی اون جایگاه باشی؟ خب جوابش اینه که بله. من اگر دارم به فلانی حسادت میکنم به خاطر اینه که دوست دارم توی مثلا موقعیت اجتماعی که اون فرد هست روزی قرار بگیرم. پس این اصلا بد نیست. نیمه تاریک من باعث پیشرفت من میشه. اینجاست که باید با خودم فکر کنم چی کار میتونم بکنم که به اون جایگاه برسم. حسادت خیلی وقتا بد نیست. حسادت خیلی وقتا باعث میشه شما به خودتون بیاین. باعث میشه که من به این فکر کنم اون چیزی که اون داره شاید چیزیه که من برتر یا اون شخصی که من در آینده دوست دارم به اون آدم برسم یا اون نمیدونم ملیکای برتر، ورژن بهتر من، هر چی که هست، اون دوست داره که به اون جایگاه برسه. پس این اصلا بد نیست. مثلا باید تلاش کنم که به اون جایگاه برسم. پس کاری که من و تو میکنیم اینه که دیگه نیمه تاریکمون رو پنهان نمیکنیم و ازش خجالت نمیکشیم و نمیترسیم که به بقیه نشونش ندیم. این من هستم و تو اگر بخوای که مثلا فقط اون قسمت خوب منو دوست داشته باشی پس بهتره که اصلا منو دوست نداشته باشی. من خیلی وقتا یا بعضی وقتا تنبلم، بعضی وقتا خودخواهم، بعضی وقتا حالم خوب نیست، بعضی وقتا مهربون نیستم، بعضی وقتا حسادت میکنم و همه اینها بخشی از وجود من هستن و همه اینها راهی هست برای بهتر شدن من. من انکارش نمیکنم. من امروز میپذیرم. من شاید اگه 2 سال پیش بود میومدم میگفتم نه من اصلا حسادت نمیکنم به کسی، دنیای من با دنیای اون فرق میکنه. نه، امروز نیمه تاریکم رو میبینم، میپذیرم و تلاش میکنم که بهترش کنم و اصلا سعی نمیکنم که خودم رو برای آدم‌ها سانسور کنم، به بقیه بدی نمیکنم. اما اگر اینی که داری میبینی مورد قبولت هست نیست و فقط دوست داری تایمی که من پر انرژی ام، تایمی که من حالم خوبه، تایمی که کلا انسان قوی هستم در کنار من باشی، پس کلا نباش. امیدوارم تا اینجای ویدیو بچه‌ها براتون سوء تفاهم پیش نیامده باشه که فکر بکنی باید خودت رو با اون چه که الان هستی چه بچه خوب بپذیری و تغییر نکنی و بگی اوکی من همینیم که هستم. مثلا یه نفر از تو انتقاد میکنه میگه این اخلاقت داره منو آزار میده، تو بگی من همینم که هستم، منو اینطور دوست نداری، کلا دوست نداشته باش. کاری که بعضیا میکنن و فکر میکنن که عزت نفس واقعی یعنی این، ولی عزت نفس واقعی بچه‌ها اینه که من زمانی که نیمه تاریکمو دیدم، نیمه روشنمو دیدم، تلاش کنم برای تغییر و بهتر کردن خودم. میدونی من آدمی بودم که قبلا شاید خیلی زود عصبانی میشدم، شاید خیلی زود واکنش نشون میدادم، اصلا صبر نداشتم و در ابتدای مسیر من باید به این درک برسم که ملیکا یک آدم عجولیه، ولی چطور میتونم کاری بکنم که از ملیکا یه آدمی بسازم که صبورتره یا حداقل نسبت به اون ورژن قبلیش یک مقدار صبورتر رفتار میکنه. من تلاش کردم، من رو خودم کار کردم و الان اینطوری هستم که اصلا واکنش من رو تو نخواهی داشت. من اصلا به خیلی چیزا واکنش نشون نمیدم و اگرم قرار باشه واکنش نشون بدم، واکنشیه که پشتش صبر کردم و منطقیم. الان منطقی ترم. مثل بچه کوچولو داد جیغ فریاد نمیزنم، مثل بچه کوچولو چیز میز تو سرت خورد نمیکنم. نه، اون ورژن من الان تبدیل به یه ورژن بهتر شده. پس تو باید بنویسی و ببینی که از چه چیزهایی توی وجودت خجالت میکشی، میترسی به دنیا نشونش بدی و در عین حال اگر که این ویژگی ها در تو بهتر بشه تو آدم خوشحالتری هستی، تو آدمی هستی که بیشتر میتونی با خودت راحت باشی، بیشتر به خودت افتخار میکنی، اونها رو شروع میکنی به تغییر دادن. خیلی وقتا عزت نفس واقعی از این میاد که من مثلا روی بدنی که دارم کار کنم و یه بدن بهتر بسازم، روی اخلاقای بدم کار کنم و یه اخلاقای بهتری بسازم، ولی نباید کلا اینها رو انکار کنم. باید بتونم آدم بهتری باشم و رو به جلو حرکت کنم، نه آدمی که صرفاً میگه من همینی که هستم، میخوای بخواه نمیخوای نخواه. این عزت نفس نیست بچه‌ها. در ادامه اگر عزت نفس واقعی میخوای باید به پذیرش عدم قطعیت برسی.
کسی که عزت نفس نداره دنبال کنترل همه چیز. بچه‌ها ما خیلیامون اینطوری هستیم دیگه، میخوایم همه چیزو کنترل کنیم. میخوام مطمئن بشم که مثلا طرف منو دوست داره، میخوام مطمئن بشم که 2 روز دیگه فلان اتفاق میفته، میخوام مطمئن باشم که طرف هیچ وقت منو ول نمیکنه، میخوام مطمئن باشم که فلان روز فلان ساعت مثلا من موفق میشم. خب اما عزت نفس واقعی چه شکلیه؟ اینکه اگر اون آدم منو دیگه نخواد دوست داشته باشه شاید ناراحت کننده باشه برام، ولی اشکالی نداره، چون من نمیتونم علاوه بر خودم دیگران هم کنترل کنم. من فقط میتونم خودم رو کنترل کنم و بابت کارها و اتفاقاتی که تو زندگی خودم میفته میتونم مسئولیت پذیر باشم، اما نمیتونم کنترل کنم که طرف همیشه احساسش به من یه چیز باشه. میدونی چی میگم؟ و این خیلی مهمه. من اگر عزت نفس واقعی میخوام باید به این باور داشته باشم که من موفق میشم، هر شرایطی که پیش بیاد من از پسش برمیام. من آدمی هستم که تا الان شرایط خیلی سختی رو پشت سر گذاشته و از الان به بعدم میتونه. تو باید به جای این که همه چیز رو بخوای کنترل کنی به یک باور برسی که اگر این اتفاق هم نیفتاد من باز هم باهاش اوکی هستم و میتونم از پس این شرایط به خوبی بر بیام و این اتفاقهایی هم که الان افتاده که در ظاهر بد به نظر میرسه در نهایت به نفع منه و اون چیزی که من باید بهش برسم حق منه و من در نهایت بهش میرسم. و نکته بعدی که خیلی مهمه بچه‌ها اینه که من اگر دنبال عزت نفس واقعی هستم نباید به هیچ چیز و هیچ کس وابسته باشم. بعضی چیزا تو زندگیمون هستن که خیلی بهشون وابسته ایم، یعنی اصلا نمیتونیم یک لحظه خودمون رو بدون اونها تصور کنیم. اصلا انگار یک رشته های نامرئی بین من و اون چیز بسته شده و حالا احوال من و اون آدم به هم متصله. خب اگر تو توی این شرایط هستی باید رو خودت کار کنی که به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نباشی. پارتنرت، بچت، مادرت، پدرت، وسیله خاصیه. شاید خیلیاتون نتونین مثلا زندگی رو بدون ماشینتون تصور کنین، بدون موبایلتون تصور کنین، یه چیزی که عمیقاً بهش گره خوردی. و نکته جالبش هم اینه که وقتی که من به یک چیزی عمیقاً وابسته ام، حالا من به یک آدم رو مثال میزنم، من عمیقاً به پارتنرم وابسته هستم، خب در ابتدای مسیر دیگه من ارزش هام اون چیزی نیست که از هویت مستقل خودم بیاد. من ارزش هام پیرو ارزشیه که اون آدم به من میده. یعنی اگر این آدم به من تایید داد، به من ارزش داد، من خودم رو موجودی مهم میدونم. اگر این کارو نکرد من خودم رو موجودی بی ارزش میدونم. به خاطر همینه که خیلی از ماها وقتی که توی رابطه با یک آدم نیستیم فکر میکنیم که پوچیم، اصلا زندگی نداریم، اصلا هویت مستقلی نداریم، اصلا فکر میکنیم اصلا داریم چی کار میکنیم، اصلا حالمون خراب میشه، داغون میشیم، نمیتونیم به کارامون ادامه بدیم. چرا؟ چون وقتی من با یه نفر در رابطه باشم انگار من مهمم و ارزش دارم. و این از وابستگی تو به اون موقعیت و اون آدم و اون احساسهایی میاد که اون داره بهت میده. وابستگی به هر چیزی خطرناکه بچه‌ها. من میتونم به چیزی دلبسته باشم، یه چیزی رو دوست داشته باشم، اما وابستگی خیلی خطرناکه. من اگر به تو وابسته باشم، اگر تو الان ناراحت باشی من ناراحت میشم، اگر تو الان حالت خوب باشه من حالم خوب میشه. اون چیزی که تو ارزش میبینی رو من ارزش میبینم. خیلی درگیر اینم که تو چه فکری راجع به من میکنی و من دائم میخوام خودم رو تغییر شکل بدم تا به اون نحوی در بیام که تو دوست داری. و این باعث میشه که من هیچ وقت نتونم عزت نفس واقعی داشته باشم و هیچ وقت نتونم جوری رفتار کنم که تو به من احترام بذاری. چرا؟ چون خیلی‌ها تو اینطوری هستین که ملیکا من مثلا با آدمای دیگه طوری رفتار میکنم که اینطوری هم وای تو چقدر مثلا عزت نفس و اعتماد به نفس خوبی داری، اما پارتنرم با من اینطوری نیست. به خاطر اینه که تو خیلی بهش وابسته ای و تو وقتی خیلی به اون آدم وابسته ای دیگه نمیتونی جوری رفتار کنی که میخوای، نمیتونی سر حد و مرزات باشی. تو جوری رفتار میکنی که مثلا اون آدم تو رو بپذیره، اون آدم به تو تایید بده. پس عزت نفس خیلی اینجا نقش پررنگی داره که تو باید روی خودت کار کنی و به این نتیجه برسی اوکی
اگه تو منو دوست داری اوکی، نداری من خودم رو دوست دارم. اگر تو فکر میکنی من ارزشمندم خیلی خوبه، ولی اگر فکر نمیکنی من فکر میکنم که خودم ارزشمندم. اگر که تو هر نظری راجع به من داری، باید من به این درک برسم که اون بازتاب شخصیت خودت خیلی وقتا، نه اون چه که من هستم. پس رشته های وابستگیت رو ببر به کسی که نمیذاره به خود واقعیت نزدیک بشی. این خیلی سخته. من الان مثلا اومدم اینجا میگم آقا به این و اون، به هیچ کس به هیچ چیز وابسته نباش. این خیلی به زبون سخته، یعنی راحت گفتنش، ولی واقعا سخته بچه‌ها. اینکه من به یک نفر که شدیداً وابسته‌ام بخوام وابسته نباشم. اما باید به این درک برسم که من نمیتونم همه چیز رو کنترل کنم. من نمیتونم یک آدم رو برای همیشه تو زندگیم نگه دارم. من نمیتونم کاری نکنم الان یه وقت یه چیزی نیفته رو ماشینم و ماشینم خراب نشه. من اون چه که الان هست رو دوست دارم، میپذیرم، لذت میبرم، ولی نمیتونم خودم رو بیش از اون حدی که باید اذیت کنم برای کنترل کردن و داشتن چیزهایی که شاید امروز باشه شاید اون روز نباشه. خب بچه‌ها اینم از این ویدیو. امیدوارم که این نکات بتونه بهتون کمک کنه. هر کدوم از این نکته‌هایی که گفتم میطلبه که شما تلاش کنین توی این مسیر، سرسخت باشین، جا نزنین و ایمان داشته باشین به اون چی که میخواین و اون چی که حق و سزاوارتونه و بدونین که توی این مسیر تنها نیستی. همه ما آدم‌هایی هستیم که نیاز داریم رو خودمون کار کنیم و نیاز داریم که یک سری حرفا رو هی بشنویم و هر وقت که احساس کردی داری از خود واقعیت دور میشی، این ویدیو رو دوباره پلی کن، چون بهت کمک میکنه که برگردی روی اون هدفی که میخوای تمرکز کنی. مرسی که این ویدیو رو دیدین. امیدوارم دوستش داشته باشین. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون. خدافظ.